سلام بچه ها دخترهای مقبول خواستین ستان خوب است. میایم بریم طرف نمایشگاه بین‌المللی افغانستان. اینجا در موتر بالا شدیم در نزدیک فوری هم. اینجا کمک بیروبار بود، شاید بیروبار خود قدم تنگ میکنه. میریم طرف نمایشگاه بین‌المللی افغانستان، کمک کار است. اینجا هم رسیدیم پیش نمایشگاه بین‌المللی افغانستان که میکنیم امید سی جور نمیشه بدلم. دمای آینده تاریخ از 14 لاشه دل و باز نمایشگاه است. اگر گفتیم بریم الان بروشور و یاز بریم شرکت ها توضیح کنیم. اینجا رسیدیم پیش نمایشگاه بین‌المللی افغانستان، دروازه‌شان بند است، سکت پشت پر نمیزنه. پیش از شروع نمایشگاه گفتیم بیا چکر نمایشگاه رو میزنیم فوری و بریم نمای رو تا اینجا دیگه باید گفتم خودمون بگیریم که باز نگیم که خودت نگرفتی. اینجا دیگه رفتیم در چوکی شیشته منتظر نفر که برام بروشور بتن. پشت پر نمیزنه، این نمایشگاه غیر از یک بنده. گفتم باز یک نمایشگاه رو براتون بگیرم. یک نمای مقبول از نمایشگاه بین‌المللی افغانستان. اینجا من بروشورها را گرفتیم، گفتیم بیایم بریم دیگه اینا دیگه در شرکت ها توضیح کنیم. حرکت بخیر دیگه طرف بروشور توضیح کردن. اینجا دیگه از نمایشگاه برآمدیم، گفتیم بریم دیگه کار خود شروع کنیم. میرفتیم دیگه طرف شهر نو. اینجا نموتر شدیم پل مومخان نام خدا سه کچ یک دریای مقبول چی یک آب داره. اینجا نموتر شدیم دیگه اون تو وقتی مسائل میکرد میگیم در بندی بند موندیم دیگه خدا رسیه کی رو بندی تنفس آدم میکشه تو بعد آدم میاد دیگه هیچ کی خراب بندی منطقه گم نشد. فکس نیم ساعت بود یک ساعت قرار دادیم رو بندی بند مونده بودیم پیش پل مومخان. اینجا هم رسیدیم گفتیم میریم یک چکر مارکت خیر خوار میزنیم که میگفتن مقبول نبود. دیگه رفتیم چکر داخلش زدیم تعریف میکردن دیگه هیچ خوش نبود، بیروبار زیاد نداشت. اینجا دیگه زینای برقی گل بود، گفتیم بیام که دیگه میریم بالا میشیم دیگه زینای برقی هم نیست. اینجا دیگه گفتم باش که باز یک خود براتون بگیرم. اینجا یک نمای داخل از مارکت خیرخواه، دیزاینش مقبول است، خب مگم بیروبار زیاد نداره که میگفتن بیروبار زیاد داره که بیروبار نداشت. هیچ کس نبود پشه پر نمیزد غیر از یک پایین دادن دکانکایی که اینجا فعال بود. اینجا دیگه گفتم باش که باز یک خود بگیرم یک نمای مقبول داخل مارکت خیرخواه. بعد اینکه تیم یک چکر میزنیم که بار اول بود رفتیم که باش ببینیم که خیلی تعریف میکنن داخلش مقبول است بیروبار است. اگه رفتیم هیچ چیز هم نبود، نه داخلش مقبول بود نه بیروبار بود، هیچ چیز نداشت. یه چیزی که خوبش باشه خلاص. این لفتم دوره بخورم یادم رفته بود فکرم نبود دل بالاشه. اینجا برآمدیم گفتیم بیایم میریم دیگه طرف شهر نو. از اینجا برآمدیم دیگه ناق آمدیم وقت ما دیدم موتر شدیم باز یک راهبندی پیش گلبار سنتر. یک قرابندی است که پرسونه که اینجا باز میکنم یک جور نمیشه خیلی دیگه جور میگه سو کمش کن جور نمیشه دیگه هر دقیقه دستک بزن که خلاق بزن یکی کلی نیست مسائل میکنه پردست. اینجا دیگه باز دیگه نمیفهم که اینجا کجا است، آدرسش بلد نیستم که باز میگه کس میفهم بگه. اینجا رسیدیم شهر نو. اینجا را کی بلد است؟ هر کس بلد است بگه. اینجا گفتیم بیایی میریم دیگه چاش بیجه کنیم مانا بزنیم نون بخوریم. گوشنه شده بودیم میگه صبح که چیز نکردیم بیاییم میریم یک برگر فروشی یک برگر کم تو تایت فرمایش میدیم تا که جور شود. اینجا آمدم یک ویدیوی از بولونی که چکنی رو گرفتم الله دیگه گوشنه باش دیگه ایره ببینیم دیگه دلکای تاو میشه سایت بولونی رو کم تو در واقع میندازم چپا و راست دور میتا یه رقصان بولونی رو پخته میکنه اینجا شور میگه که کلیف میکنه گفتم باش که برگر جور میکنه ویدیو برگر رو بگیریم. این ساس چای که تو مزه میده که بخوری که داتا باشه که اینتی قشدی بخوری. من دیگه چپس داغ هم کشیدم داغ دمی سر چی میگم نمشه رو ما ساسچ. این هم دیگه رسیدیم گفتیم بیاییم دیگه نانم چاشو بزنیم بخوریم که بریم پس دکار بریم اگه خوب کیف میکنه که گوشنه باشیم چیزا رو ببینیم بریم دیگه بای بای دیگه ما بریم یک نان بزنیم اون تو تایت خود جور کنم. بای بای.